سلام به همگی، من مرزیم. بریم با هم این مدل مو رو بکشیم. ابتدا طرح اولیه کار رو میکشیم. برای بافتن موها ابتدا به صورت زیگزاگی ما طرح در میاریم و بعد هلال های مو رو اجرا میکنیم. در آخر سر هم دم مو رو ما طراحی میکنیم. با استفاده از قلموهای نرم و پودر زغال یا پودر کنته ما زیرساز کار رو اجرا میکنیم. برای کشیدن موها مهمترین نکته همینه، ما باید زیرساز رو رعایت کنیم. دقیقاً زیرساز یعنی چی؟ یعنی اون حجم اصلی و فرم کلی مو باید مشخص بشه و تا اون موقعی که حجم کلی مشخص نشده نباید بریم سراغ استفاده از پاک‌کن‌ها. برای زیرساز هم ما از یک قلموی نرم استفاده کردیم و دوباره میتونیم روش مجدد از کنته استفاده کنیم که برای اضافه کردن تیرگی ها در لبه کار، دقیقا اون لبه هایی که تیرگی محض وجود داره، از کنته که هیچ نوری اونجا وجود نداره ما از کنته استفاده میکنیم. من از قلموی نرم خرم استفاده کردم. حالا شما میتونید از هر قلموی نرمی که دارید استفاده بکنید. قلموی زبرم میشه، اما قلموی نرم بافته بسیار نرم و انعطاف پذیری رو میده به کار. دونه به دونه تارهای مو و در جهت رویش مو ما میایم تیرگی ها رو اجرا میکنیم. بعد از اینکه زیرساز کارتون درست شد و اون حجم اصلی رو تونستید بدون استفاده از پاک‌کن‌ها به دست بیارید و حس کردید که حالا میتونید با استفاده از پاک‌کن‌های مناسب مثل پاک‌کن فرچه‌ای یا مونوزیرو، همه اینا میتونه باشه، حالا میتونید نورهای روشن رو بیایید اضافه بکنید. پاک‌کن فرچه‌ای هم بستگی به میزان تیرگی مدلتون و در واقع فرم تارهای روشن داره. با کنته تارهای مو رو اجرا میکنیم دقیقاً مثل مدل رو نگاه میکنیم و در همون جهت مدل ما تارهای مو رو اجرا میکنیم. کنته که من استفاده کردم کنته ماریس و نوترال هستش. شما میتونید از هر کنته‌ای که در دسترس هستش استفاده کنید. برای بهتر شدن کارتون هم میتونید بین هر مو و اون قسمت‌های کنار یه تیرگی‌های اضافه کنیم و سایش رو اجرا کنیم. برای بخش‌هایی که خیلی نور روشن و شدیدی داره، اول زیرساز از پاک‌کن فرچه‌ای استفاده میکنم. یعنی زیرش اول پاک‌کن فرچه‌ای میزنیم، زیرسازش رو ایجاد میکنیم و بعد با پاک‌کن مونوزیرو تارهای روشن رو ایجاد میکنیم. مدام باید تیرگی ها، نورها و روشنی رو اضافه بشه تا به اون حجم نهایی که میخوایم برسیم. کنته هم میتونیم استفاده بکنیم برای لابلای موها تا تیرگی ها بیشتر دیده بشه. یه سری موهای ظریف و کوچیک هم کنارش میتونیم با استفاده از مدادهای گرافیتی اضافه کنیم.